سلام سلام سلام، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون دوستان عزیز. از این به بعد این کانال فقط کانال چیه چالش. امشب یه چالش داریم، چالش خیلی خفن به اسم لیله پا و دست و واقعا فکر کنم خیلی جذاب باشه. اینو 100% تو خونه امتحان کنید، هم خنده داره هم جذابه. با ما همراه باشید تا ادامه ویدیو. سلام خدمت دوستای گلم. امروز چالش خفن داریم، بریم ببینیم ادامه برنامه چالش چی عذاب در میاد. همینجور که رضا جان گفتن بریم ببینیم نتیجه چالش چی میشه. و مهم نیست کی برنده میشه، درسته؟ مهم برنده شدن نیست، مهم اینه مهم که بازی اصل کردن. کار بازی کردن و یاد دادن و دیگه اتفاقاتی که توی چالش میفته و خنده هاش خیلی جذابه. به احتمال زیاد بازی جالبی معلوم میشه. من که تا حالا بازی نکردم ولی بازی میکنیم متوجه میشیم چی به چیه. من هم تا حالا بازی نکردم ولی امتحان بریم ببینیم چی میشه. برو که بریم. نفری که چالش رو ابداع کرده خودش هم میخواد چالش رو شروع کنه. با مالک هم باشیم چیکار میکنه. من که میدونم من میبرم، ولی خب چیکار دیگه برنده ای. ولی خب مهم میگن همیشه به بازی، خب به بازی بهتره. باید بازی یه جایی باید یکی شکست بخوره دیگه. یه جایی باید بازی رو تموم کنیم. یه جایی باید بازی تموم بشه دیگه. با ما همراه هستیم با یه بازی واقعا خفن. یعنی 100% میگم هر جایی بازی انجام بشه چی میشه؟ میشه اونجا گلستون از چی؟ از خنده. یعنی کلا لبو پر اینجوری میشه. با همراه باشید. یه چالش داریم، صفا کنید دوستان عزیز. اول از همه خودشون صبر کن من یه دقیقه فیگور بگیرم. خب بریم. 1 2 3. دوستان اینم بگم اینجا نباید زیاد فکر کنید یا بیشتر از 2 ثانیه وایسید. خطا تمام شد. محمد حاضری؟ بازی کنی خفن؟ شرکت کننده بعدی محمد فاضلی. محمد میخواد ادامه بازی رو بره. رضا من یه آنالیز کنم. بازی شروع شد 2 ثانیه بیشتر نمیتونی بریم. آره 1 2 3 بابا اینجا تموم. باختی نه یه جای کار داره میلنگه اینجا. داداش من این دو تا دست من دو تا راست ندارم اینجا، چیکارش کنم اینو؟ اینم راسته اینم راسته، باید این عوض بشه. دست من میگه اینو اینجوری باید بذارم. بذار همینجوری آغاز خیلی میکنم. خوبه. میریم وایسی. آجی بذار اینو نگاه، عوضش کنه. اینو نگاه، این اینجوری میافته. نه این زبدریه، این این زبدریه. اینجوری میافته. آفرین. خب بذار اون عوضش کنم. این عوضش اشتباه کن. میشه بازی. دست کدوم دست بود؟ دست دست چپ میفته. دست چپ. همونه. بیا. من موندم من چجوری راه بسم الله. تو که چپ و راست رو برش کن. بریم. بسم الله. نه سوختی آخریش منم یا عمل باد. بسم الله نور. نور یا نور. خب ببین اولی اینجوریه بعد اینجوری. باید فکر نکنی. حاضری؟ 1 اینجوریه اون 1 2 3. دوباره یه شانس دیگه داشتیم، امتحان کردیم ببینیم چیکار میکنه مالک. تا اینجا خطا. فعلا مالک از همون بهتر پیش رفت اما آخرش خطا رفت. من اونجا دقت نکردم. این اینجوری میشه، مالک اینجوری گذاشت. راست میگه داداش. باشه وقتی میگم آسون بچین داداش تا حداقل یه آبرومون نره. یه هم آدم دارن نگاهمون میکنن. خب بریم. دوباره محمد. خب پاشو داداش. 1 2 3.
اینم خطا رفت با تو همین نقطه اول گیره. داداش خیلی سخت این زبدری گذاشتنش. این پای باید جوری باشه. تو من کش نداره. حاجی باز اینجا یک کار نه مشکلی نداره. اینجا زبدری اینجا باید بذاری دستت. او خیلی سخته ولی یکی بشه. 1 2 3 سوختی دو تا دست یک جا گذاشت. محمد تو نرفتی؟ من رفتم. محمد رفت. محمد هم دوست. اوی بابا هی. بریم ببینیم یکی چی میشه. حاجی زمانش یکم بیشتر کنیم. 2 ثانیه خیلی گیج میکنه آدمو. تا 3 ثانیه وقت داریم. 3 ثانیه؟ آره. خب واسه یه چیزی. آقا میدونی چرا کنیم؟ چیکار؟ لیله دیگه لیله باید همون اولی درستی دومی رو باید اما درست نیست. دومی هم درست نیست. سومی هم نمیشه. چهارمی هم نمیشه. برو باید همینو بریم دیگه جوری که واکنش نشون بدیم. شدیم. خب بریم حاضری؟ مغز چقدر. برو. 1 برنده مسابقات فیگور. خب آماده اید بچه ها؟ بله بله. شما هم تو خونه انجام بدید با من همزمان بریم ها تکی تکی نرید بچه ها با من همزمان آره مثلا اینجا زب دایره شو بری. بریم؟ بریم. مثلا فیگور بگیرم خب بریم اشتباه گذاشتی. نه نه. اشتباه گذاشتی. این پاتو گذاشته بودی. برعکس گذاشتی. وای دوستان عزیز یه دونه اشتباه عزیزی که میخوان مثلا توی خونه این بازی رو انجام بدن روی فرش انجام ندن. شرکت کننده بعدی محمد فاضلی. ببینیم چیکار می‌کنه. ماش محمد هستم. ما ماش محمد. ماش محمد. 1 2 3 آیستا حرکت. 2 1 برو عشقی که رفتیم ها. باید سوختی نه داره درست. اینجا سوخت. نه. اینجا این پاش اشتباه گذاشت. اینجا قوانین بازی ها لیله یعنی چی نگاه کن بگو. این پا رو هوا فهمیدی؟ داداش بعضیا نمیتونن خب. نه این لیله آقا لیله ما نمیدانستیم ما بالا لیله یک بار دیگه. یه بار دیگه. یه بار. محمد فاضلی یه آوانس دیگه داره. ماش محمد. ماش محمد. ای بابا. ماش محمد. باش ماش محمد. ها. داداش میخوای اراده خوری چی؟ داداش سوختی ولش کن بیا. یا خدا. درست. آخریش اشتباه رفت. من یه بار دیگه میخوام برم. اینجوری دو شانسه. اون اشتباه داشتم. ما از زاویه دیگه نگاه میکنیم ببینیم مالک چیکار میکنه. خیلی هم مالک از هممون بهتر پیش رفته بود. میریم که بریم ببینیم چی میشه و این راند آخر اگه نتونستیم شما اگه تونستید برامون ویدیوشو بفرستین واقعا میخوایم تماشا کنیم ما که تا الان نتونستیم ببینیم شما چیکار میکنید برو که بریم واه ماشاءالله آخرینه مالک برد بردم مالک بود. دوستان عزیز درستش کن من موندم. بچین فیگور. برنده این مسابقه خودمم حالا تا الان میریم برای فینال بازی. من اینجا داورم برو محمد چه میکنی برو نه نوبت من. محمد جرزنی نکن. ران تموم شد بس. کم مونده بود. اینا یکم مرتب‌تر بشه خیلی سخته. کم مونده بود. وایستا چند تا اینجا ادامه تا اینجا اومده 1 2 3 4 5 6 تا دیگه مونده بود. سختش همینجاست. این سختشه که پات باید اینجوری باشه. با همین پا باید بریم. با همین پایی که اینجا باید بریم. خب 1 2 3 اشتباه رفتی اشکال نداره.
اینجا مالک برنده شده فعلا. آره خب دوستان عزیز ما که این چالش انجام دادیم ولی خب انشالله برنده منم و گفتم اصلا بازنده مهم نیست که باشه اصلا این مشکل نداره. نه تعداد بازنده از برنده زیادتر است. یا قبول کنید یا قبول آره نکنید. باشه. دوستان عزیز اگه از این سبک ویدیوی ما سبک چالش ما خوشتون میاد لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و اونایی که تازه به ویدیو ما پیوستن 100% ما رو دنبال کنید یعنی مشترک رو بزنید بعد همون سابسکرایب میشه بعدش زنگوله رو یادتون نره چون ما تازه داریم ویدیو چالش رو میبریم بالا و با ما همراه باشید. چالش های خفنی در راست و واقعا خیلی 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 جذابه. از همینجا بهتون قول میدم تا این چالش ها داره شروع میشه دیگه. درسته استارت چالش رو زدیم که همینجوری رو به بالا بریم. 3 نفری میخوایم پیش بریم. حالا اگه عضو جدیدی پیوستن قدمش رو چشم و شما هر ایده هر چالش که مد نظرتونه واسه ما کامنت کنید یا ویدیویی چیزی برام بفرستید که ما اون چالش انجام بدیم براتون. آره دوستان عزیز چالشی که دیدین دیگه. خب قدم پا برای زبطری این آره. خیلی سخته. ببین خیلی تمرین. آخرین قدمی که من گذاشتم روی دوتا بود بعد اینجا 4 تایی میشد دیگه با 4 تایی میرفتید و همینجوری که میبینید. امیدوارم که همتون از چالش ما خوشتون اومده باشه و این خنده تو لبتون باشه و واقعا از چالش ما لذت برده باشید. همینجوری ما ادامه میدیم که این لبخند به صورتتون بیاد و 100% حمایتتون نره. همون ساب که بزنید ما حمایت میشه از ما و اون تبلیغات هم که رد نکنیم واقعا عالی میشه دیگه. کامنت انگلیسی نور بذارید که چشم صابتون ماین. نپره. آره مش محمد کوچک اول از همه خداحافظی میکنه. مش محمد تا درود دیگر بدرود. خب دوستان عزیز ممنون تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید و این چالش نگاه کردید. از شما از همینجا خداحافظی میکنم تا ویدیو دیگر. خدا یار و نگهدارتون. تک تکتون نور چشمین. حتما حمایت بکنین ما رو. هر کامنت هر نقطه نظر و هر چالشی داشتین خودمون 100% بگین براتون ایده 100% ایده براتون خودمون انجام میدیم. مواظب خودتون باشین. شبتون خوش. خدا نگهدار. یا علی.